در طول تاریخ هزاران یا حتی میلیون ها انسان وجود داشتند که به هر نحوی از جایگاهشون سوء استفاده کردند. فرمانرواهایی که دست به دزدی زدن، کارمندهایی که رشوه گرفتن، وکلایی که دروغ گفتن و البته کشیش‌هایی که گناه کردن. افرادی که خودشون رو روحانی خوندن اما هیچ کدوم از گفتارهای خداشون رو به عمل نیاورد. امروز می‌خوایم پرونده یک قتل راهبه در دهه 60 رو مورد بررسی قرار بدیم. پرونده‌ای که گرچه همه میدونن این زن قربانی سیاست‌های مذهب و مخفی‌کاری‌های پلیس شده، اما احتمالاً برچسب حل نشده هرگز قرار نیست از روی پروندهش برداشته بشه. کاترین سسنیک در 17 نوامبر سال 1942 در شهر پیتسبورگ، ایالت پنسیلوانیای آمریکا به دنیا آمد. اولین فرزند جوزف و آنا بود. پدر مادرش اصالتاً اسلوونیایی بودند که به آمریکا مهاجرت کرده بودند. کاترین 3 خواهر و برادر کوچکتر از خودش داشت و در یک خانواده خوب و سالم بزرگ شد. در دبیرستان سنت آگوستین درس خوند و در تمام سالها عضو شورای دانش آموزی مدرسه بود. همیشه نماینده کلاس میشد. نمرات عالی میگرفت و دانش آموز محبوبی بود. کاترین در سال 1960 از مدرسه فارغ التحصیل شد و در سن 18 سالگی تصمیم گرفت به مدرسه کاتولیک مذهبی نوتردام بپیوند. کاترین میگفت احساس کرده که خدا ازش خواسته راهبه بشه. واسه همین میخواد کل زندگیش رو وقف خدا کنه. اون از سال 1960 تا 1969 به مدت 9 سال در مدرسه خواهران کاتولیک نوتردام موند و در کنار خواهر روحانی شدن شروع به تدریس هم کرد. در سال 1969 کاترین در یک دبیرستان خصوصی کاتولیک دخترانه ادبیات انگلیسی تدریس میکرد و زمان زیادی از هر روزش رو در این مدرسه میگذروند. مدرسه‌ای که داریم در موردش حرف میزنیم دانش آموزای 16 تا 18 ساله داشت و در سال 1965 افتتاح شد. یک مدرسه مذهبی بود، یعنی تمام درس‌های اصلی این دانش آموزا مربوط به مذهب کاتولیک میشد و محوریت آموزهاشون روی دین مسیحیت بود. در غروب 7 نوامبر 1969 کاترین آپارتمانش رو حوالی ساعت 7:30 عصر ترک کرد. اون به همراه یک راهبه دیگه که هلن نام داشت در یک آپارتمان ساده و کوچیک زندگی میکرد و تنها نبود. اون روز به هلن گفت که میخواد برای خرید هدیه نامزدی خواهرش و چند تا کار دیگه بره بیرون و تا چند ساعت آینده برنمیگرد. کاترین پس از خروج از خونه ابتدا به بانک رفت و یک چک به مبلغ $225 رو نقد کرد. کارش کاملا عادی و جزو روال هفتگیش بود و تا اینجا هیچی عجیب به نظر نمی‌رسید. پس از بانک به نونوایی رفت. کمی با آدم‌های اونجا گفتگو کرد و سپس از نونوایی خارج شد. از اینجاست که همه چی مبهم میشه، چون پس از نونوایی دیگه هیچ کس کاترین رو زنده ندید. حتی یه نفر از فروشنده‌ها یا مغازه‌دارهای کنار خیابون نتونستن کاترین رو بعد از نونوایی جایی ببینن. اون شب کاترین به خونه برنگشت و هم خونه‌اش یعنی هلن به شدت نگران شد. اصلا راه نداشت شب کاترین به آپارتمان مشترکشون برنگرده و این زن اینقدر کارهاش برنامه‌ریزی شده بود که حتی اگه قرار بود دیر کنه به هلن اطلاع میداد. با این حال شب 7 نوامبر به سر رسید و روز بعد شد. با روشن شدن هوا و شروع یک روز جدید هلن میدونست یه جای کار میلنگه و باید هر چه زودتر کاترین رو پیدا کنه. به چند تا از دوستای مشترکشون که اونها هم راهبه و روحانی بودن خبر داد. سپس با هم به پلیس زنگ زدن و گم شدن کاترین رو گزارش دادن. خبر ناپدید شدن کاترین خیلی زود دهن به دهن چرخید و بین مردم پخش شد. از اونجایی که این زن در مدرسه تدریس میکرد و راهبه هم بود، آدمای زیادی میشناختنش و همچنین محبوبیت زیادی بین مردم داشت. با دانش آموزا مهربون بود، با خوشرویی حرف میزد، به دلسوزی بی اندازش مشهور بود و کل آدم‌ها دوستش داشتن. طبق حرفای دانش آموزاش کاترین همیشه سعی میکرد خونگرم و پر انرژی باشه. براشون نمایشنامه موزیکال مینوشت
تا بچه‌ها اجرا کنن. وقتی دانش آموزا واژه جدید یاد می‌گرفتن و کتاب متفرقه می‌خوندن، یه عالمه تشویقشون می‌کرد. حتی اونقدر رابطه گرمی با بچه‌ها داشت که خیلی وقتها آخر هفته‌هاش رو هم به دانش آموزها اختصاص میداد. دقت کنین کاترین حتی 6 ماه هم نمیشد که تدریس رو شروع کرده بود، اما انقدر بین بچه‌ها محبوب. وقتی دانش آموزا خبر گم شدن کاترین رو شنیدن، هیچ کس نمیتونست باور کنه که چنین زن مسئولیت پذیری یه دفعه بذاره بره. قطعاً کاترین با میل و اراده خودش ناپدید نشده. دانش آموزا میترسیدن که یه وقت پلیس قضیه گم شدن معلمشون رو جدی نگیره و دست از جستجو بکشه. حوالی ساعت 4:40 صبح روز 8 نوامبر، یعنی دقیقاً فردای روزی که کاترین ناپدید شد، کشیش پیتر ماشین سبز رنگ این زن رو در نزدیکی آپارتمان مشترک کاترین و هلن پیدا کرد. ماشین در یک مکان پارک ممنوع پارک شده بود و طبق گزارش همسایه‌ها از ساعت 10:30 شب 7 نوامبر اونجا بود. داخل ماشین رو بررسی کردن و دیدن یک جعبه پر از نون به همراه چند تا برگ و شاخه درخت روی صندلی جلوی ماشین قرار داره. یا شاخه هم روی آنتن رادیوی ماشین و همچنین کنار فرمون دیده میشد. ماشین کاترین کثیف و گلی بود و انگار که به تازگی از یک جاده خاکی و گلالود رد شده باشه. هیچ نشونه ای از درگیری یا عمل خشونت‌آمیز در داخل ماشین دیده نمیشد. اما خب به شدت عجیب بود که ماشین یک خیابون پایین‌تر از آپارتمان کاترین و همچنین در مکان پارک ممنوع پارک شده. کاترین به هیچ وجه در جای پارک ممنوع ماشینش رو نمیذاشت و همچنین اصلاً آدم شلخته‌ای نبود که ماشینش رو کثیف کنه یا شاخه درخت بذاره توی ماشینش. خلاصه که گرچه هیچ اثری از درگیری و دعوا و خونریزی داخل ماشین نبود، اما با توجه به مکان پارک ماشین، نونهای رها شده و همچنین شاخه ها میشد نتیجه گرفت که ممکنه کاترین مجبور به ترک ماشین شد. انگار یکی که کاترین اون رو میشناخته و تا حدی بهش اعتماد داشته این زن رو مجبور به ترک ماشین کرده. پلیس پیش خودش فکر کرد که پیدا شدن برگ و شاخه درخت داخل ماشین میتونه سرنخ خوبی باشه. منطقیه که این شاخه ها از منطقه جنگلی وارد ماشین کاترین شدن و خب شروع جستجوها از پارک های جنگلی میتونست آغاز خوبی برای تحقیقات پلیس باشه. در ابتدا جستجوها رو از مناطق جنگلی اطراف شهر شروع کردن و حدوداً تا 2 ماه این تحقیقات رو ادامه دادن. اما متاسفانه هیچ سرنخی پیدا نشد. رفته رفته جستجوها رو شل گرفتن و راستش امیدی هم به پیدا کردن شواهد یا مدارک نداشتن، چون همه چیز خیلی گم بود. انگار کاترین آب شده بود و رفته بود توی زمین. روند پرونده حدوداً 2 ماه بعد از گم شدن کاترین و دقیقاً در 3 روز ژانویه 1970 از زمین تا آسمون تغییر کرد. در اطراف شهر یک زباله‌دونی وجود داشت که وابستگی به دولت نداشت. یعنی میشه گفت به نوعی غیر رسمی بود و کسی پیگیری خاصی در موردش انجام نمیداد. فقط زباله ها رو اونجا میریختن و مسئولی هم نداشت. در 3 ژانویه 1970 یه شکارچی به همراه پسرش گذرشون به این زباله‌دونی خوند. اون اطراف میخواستن شکار کنن و در این بین یک سر هم به منطقه زباله ها زدن. هوا برفی بود و سطح خاک و زباله‌دونی سفید. اما این پدر و پسر با جسم در حال تجزیه یک انسان مواجه شدن. بلافاصله با پلیس تماس گرفتن و بعد از رسیدن پلیس برف‌ها رو کاملا کنار زدن. جسد متعلق به یک زن جوان. علائم خفگی روی گردنش دیده میشد، اما مشخص بود که علت مرگ خفگی نیست، چرا که یک سوراخ نسبتاً بزرگ در پشت جمجمه این زن دیده میشد. سوراخ مال اسلحه نبود و از وضعیت جمجمه جسد مشخص بود که بهش شلیک نشده. این جسم خارجی که سوراخ رو ایجاد کرده بود با شدت به سر قربانی برخورد کرده بود و موجب شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شده. پس علت مرگ خونریزی مغزی بود. با چه سلاحی؟ مشخص نیست. معمولاً در پرونده‌های جنایی پیدا کردن یک لیست از مظنونین چندان کار سختی نیست و تو این پرونده هم نبود. اما خب نوشتن لیستی از مظنونین با داشتن یک مظنون خیلی فرق میکنه. یعنی چی؟
خیلی از افرادی که در لیست مظنونین نوشته میشن اصلا نقش خاصی در پرونده نداشتن و در پرونده قتل کاترین هم دقیقاً به همین صورت بود. اولین مظنونی که نظر پلیس رو به خودش جلب کرد جورج کوب بود. جورج رابطه دوستی نزدیکی با هلن و کاترین داشت و خودش هم کشیش بود. خیلی قبلها بیش از این که خودش و کاترین آخرین عهدشون رو به عنوان یک کشیش و راهبه بپذیرن، جورج از کاترین درخواست ازدواج کرده. کاترین قبول نکرده و گفته که میخواد راهبه بشه تا زندگیش رو وقف خدا کنه. با این حال این دو نفر حتی پس از پذیرفتن عهد هم به نوشتن نامه‌های عاشقانه و وقت گذروندن با هم ادامه دادن. کمی قبل از ناپدید شدن کاترین، جورج باهاش تماس گرفته بود و بهش گفته بود که هنوز هم عاشقش و حاضر جایگاهش رو به عنوان یک کشیش کنار بذاره تا بتونه با کاترین ازدواج کنه. گفته بود که اگه کاترین قبول کنه حاضر کل زندگیش رو از نو بسازه. مظنونیت جورج به جایی نرسید چون مشخص شد اون شب به همراه یک کشیش دیگه به سینما رفته و تا وقتی که هلن درباره گم شدن کاترین بهش اطلاع داد از هیچی خبر نداشت. بازرسان پلیس حرف جورج رو قبول نکردن و گفتن نه، این قطعاً بیشتر از این اطلاعات داره و باید بیشتر روش مانور بدیم. تا پلیس خواست جستجوها رو شدیدتر کنه، کلیسا مجبورشون کرد تحقیقات مربوط به جورج رو متوقف کنن. اینجا باید به یک نکته مهم توجه کنیم. اول اینکه چرا جستجوها رو متوقف کردن؟ یکی از راهبه‌ها کشته شده بود، بعد اینا می‌خواستن تحقیقات رها بشه؟ خیلی عجیبه. دومی که آیا به جورج اهمیت میدادن یا صرفا نمی‌خواستن کلیسا درگیر جستجوهای پیدا کردن قاتل بشه؟ من به شخصه فکر می‌کنم هدف کلیسا از متوقف کردن جستجوها محافظت از جورج نبود. چون اگه به جورج اهمیت میدادن از همون اول نمیذاشتن درگیر پرونده بشه و پلیس این کشیش رو تبدیل به مظنون اول پرونده بکنه. با توقف جستجوها یکی از کارگاه‌ها که نیک نام داشت شک کرد که نکنه قاتل کاترین یه آدمی باشه که به کلیسا وصله. بین تمام بازجویی‌هایی که پلیس انجام داده بود اکثر کشیش‌ها و راهبه‌ها همیشه از یک پدر روحانی به نام جوزف ماسکل حرف می‌زدن. مدام تو حرفاشون به جوزف اشاره می‌کردن و میگفتن که این آقا زمانی که کاترین تو مدرسه تدریس می‌کرده همکارش بوده و با همدیگه کار می‌کردن. ممکن بود حرف زدن با جوزف موجب پیشرفت روند تحقیقات بشه، اما پلیس نمیتونست با این کشیش حرف بزنه چون میگفتن خیلی سرش شلوغ و وقت نداشته. گرچه پلیس تحقیقاتش نسبت به کلیسا رو تقریبا متوقف کرده بود، اما همون چند تا بازرسی که هنوز رو پرونده کار میکردن درباره جوزف کنجکاو بودن. جوزف در نگاه اول آدم آرومی بود، اما وقتی کمی دربارش تحقیق کردن مشخص شد مشکل داره. طبق بررسی ها مردم به شدت به این پدر روحانی اعتماد داشتن. جوزف در اواخر دهه 20 سالگیش بود و هنوز 30 ساله نشده. شخصیتی به شدت کاریزماتیک داشت. مردم با شنیدن چند جمله از حرفاش عاشقش میشد. مدرک روانشناسی داشت و اون زمانها به عنوان مشاور در مدرسه دبیرستان دخترانه کار میکرد. یعنی شغلش تو همون مدرسه کاتولیکی که کاترین تدریس میکرد. جوزف کشیش محبوبی به حساب می اومد. بسیاری از پدر مادرهای اون منطقه بچه هاشون رو به طور منظم در مراسم اون تعمید میدادن و وقتی این بچه ها بزرگتر می شدن جوزف خیلی وقتها اونا رو به خونه می رسوند و زمان قابل توجهی رو باهاشون تنها بود. از سال 1969 تا 1992 جوزف ماسکل کشیش محبوب مردم، تا اینکه در سال 1992 2 تا زن ناشناس مدعی شدن که ماسکل بهشون آزار جنسی رسوند و تجاوز کرد. اولین باری که جوزف متهم به آزار جنسی شد برمیگرده به قبل از قتل کاترین. در سال 1967 جوزف ماسکل در کلیسای سنت کار میکرد و اونجا یه پسر خادم کلیسا که زیر سن قانونی بود رو داخل کلیسا مجبور کرد چرب بنوشه و سپس بهش آزار جنسی رسوند. مادر این پسر
قضیه رو با کلیسا در میون گذاشت. بعد اونها به جای اینکه ماسکل رو برکنار کنن و یا مثلا اخراجش کنن، این مرد رو از کلیسا بیرون کردن و به یکی از روستاهای اطراف فرستادن. وظیفه جوزف اونجا چی بود؟ مدیریت نوجوانان کاتولیک. یه مدت اونجا بود و بعد هم به دبیرستان دخترانه کاتولیک که خصوصی هم بود منتقلش کردن تا اونجا مشاور باشه. یعنی همون مدرسه‌ای که کاترین هم توش تدریس میکرد. یکی از دانش آموزای این دبیرستان که در ابتدا به صورت ناشناس اظهاراتش رو گفت ولی بعداً خودش رو معرفی کرد. ژان نام داشت. ژان گفت که اولین بار در سال 1968 پیش کشیش مدرسه که مردی به نام نیل مگنوس بود رفت و به کشیش گفت که در کودکی توسط عموش مورد آزار جنسی قرار می گرفت و از 14 سالگی شروع شده و طرف هنوز داره اذیتش میکنه. مگنوس پس از شنیدن حرفای این بچه از ژان سوء استفاده جنسی کرد و سپس ژان رو به خاطر هرزگی سرزنش کرد. این قربانی در ادامه حرفاش ذکر کرد که اولین آثار جنسی در مدرسه توسط مگنوس بهش رسیده، اما بعد جوزف هم بهش اضافه شده و جوزف خیلی رفتار ترسناکتر و تهدیدآمیزتری باهاش داشته. جوزف هر بار این دختر نوجوان رو فاحشه خطاب میکرده و مجبورش میکرده که باهاش رابطه جنسی برقرار کنه. حرفای نامناسبی میزد و بهش میگفته وقتی که باهاش رابطه جنسی داره روح القدس تعریف میکنه. ژان به شدت از جوزف ماسکل میترسید. این مرد رفتار تهدیدآمیزی باهاش داشته و از تحقیر و آزار دادن ژان نمیترسیده و خوب میدونسته که اگه این دختر حرفی به کسی بزنه هیچ کس باورش نمیکنه. یکی دیگه از قربانی‌های جوزف در این مدرسه ترزا نام. ترزا گفت که در هالووین سال 1970 جوزف ماسکل این دختر نوجوان رو که اون موقع دانش آموزش بوده به یه مکانی که معمولاً بچه‌ها اونجا جمع میشن برده. 2 افسر پلیس وارد صحنه شدن و به بقیه دانش آموزا دستور دادن که مکان رو ترک کنن و سپس این 2 افسر پلیس به ترزا تجاوز کردن. در تمام مدت جوزف ماسکل اونجا مونده و منتظر بوده تا کار افسرهای پلیس تموم بشه. دقت کنین که این قضیه در سال 1970 رخ داد، یعنی 1 سال پس از قتل کاترین و دقیقاً همون زمانی که کلیسا به پلیس دستور داد تحقیقات مربوط بهشون رو متوقف کنن و پلیس ها هم قبول کردن. بر اساس گزارشی که در سال 2023 توسط دادستان کل مریلند منتشر شده، حداقل 39 نفر مدعی شدن که جوزف ماسکل به خودشون یا کسی که میشناسن آزار جنسی رسونده و بهشون تجاوز کرد. 39 نفر و همشون هم اون زمان زیر سن قانونی بودن و جزو دانش آموزان ماسکل حساب می شدن. طبق گزارش ها جوزف ماسکل معمولاً دانش آموزانی رو مورد هدف قرار میداد که از نظر تحصیلی یا خانوادگی مشکل داشتن. ازشون میخواست که برای مشاوره پیشش بیان و بعد بهشون تجاوز میکرد. ترزا گفت که حتی یه سری از دخترها رو برای معاینه پیش متخصص زنان میبرد و اونجا روی میز و تخت معاینه به دانش آموزا آزار جنسی میرسونده. این دکتر بعدها مدعی شد که از تجاوزها با خبر نبود. با توجه به گزارش‌های قربانی‌ها، جوزف ماسکل بعضی شب‌ها با این دخترهای نوجوان فاحشه‌خونه درست می‌کرده. به خیلی هاشون مواد مخدر می‌داد و بعد یک سری از دوستاش که همشون افسرهای پلیس یونیفرم پوش بودن رو می‌آورد و با هم به دخترها تجاوز می‌کرد. تعداد کمی از قربانی‌ها جزئیات این شب‌ها رو به خاطر دارن، چرا که بیشترشون مواد مخدر مصرف می‌کردن. و راستش این خیلی خیلی زیاد غم‌انگیزه که بسیاری از این دخترها تا سالها درباره خاطرات گنگ و محوی که از شب‌های تجاوز داشتن سکوت کردن، چون فکر می‌کردن که واقعی نیست. نمی‌دونستن آیا واقعا رخ داده یا زائده ذهن خودشونه. جوزف ماسکل از روش‌های مختلفی برای خریدن سکوت قربانی‌ها استفاده می‌کرده. به یک سری‌ها میگفت کسی قرار نیست حرفشون رو باور کنه، اما فقط به همین بسنده نمی‌کرد. طبق اظهارات ژان،
جوزف یک بار اسلحه روی سر ژان گذاشته و ماشه رو کشیده. اسلحه خالی بود اما قربانی نمیتونست. بعدش جوزف بهش گفته که اگه درباره تجاوزها و آزارهای جنسی به کسی بگه، پدر ژان میفهمه که دخترش داره روسپیکری میکنه و زندگیش از بین میره. یکی از این دخترها به جوزف اعتراف کرده بود که یک بار مواد مخدر امتحان کرده و جوزف با همین راز قربانی رو ساکت نگه می‌داشت. بعد به این قضیه هم دقت کنین که خانواده‌های تمام این دخترها به شدت مذهبی بودن و دخترها خوب می‌دونستن که اگر حرفی بزنن کسی قرار نیست ازشون حمایت کنه. در مدرسه‌ای که به نظر می‌رسید تعدادی از معلم‌ها می‌دونستن جوزف ماسکل آدم درستی نیست و حتی مدیر مدرسه هم باهاش همکاری می‌کرد، تعدادی از دانش آموزها با اینکه به شدت از جوزف می‌ترسیدن پیش کاترین رفت. این قربانی‌ها به کاترین اعتماد کردن و بلاهایی که جوزف ماسکل سرشون آورده بود رو گفتن. گرچه باور این حرفا برای کاترین خیلی سخت بود، اما باز هم سمت بچه‌ها رو گرفت و شروع به جمع کردن و گردآوری اظهارات قربانی‌ها شد. قضیه به جایی رسید که کاترین به طور قطع و یقین مطمئن شده بود که جوزف ماسکل داره دانش آموزها رو اذیت میکنه. هر بار جوزف درخواست میکرد که یکی از دانش آموزها رو برای مشاوره و درمان پیشش بفرسته، کاترین بهونه می آورد. مثلا فلانی در حال مطالعه است، داره یه کار مهم انجام میده، درس میخونه و نمیتونه بیاد. ژان، یعنی یکی از قربانی‌های جوزف، گفت که یک روز کاترین دستش رو گرفته و بردش یک گوشه و به طور واضح ازش پرسیده که آیا کشیش‌های مدرسه بهش صدمه میزنن یا نه. وقتی ژان فقط تونسته سرش رو در جواب بله تکون بده، کاترین بهش قول داده که مراقبش باشه و جلوی کارهای ماسکل رو بگیره. بخش فاجعه ماجرا اینجاست که کاترین نتونست کاری بکنه و ماسکل حتی بعدش هم به سوء استفاده و تجاوز دانش آموزها ادامه داد. کاترین به دانش آموزها گفته بود که هر وقت نیاز دارن تا با کسی حرف بزنن میتونن به آپارتمانش بیان و خب به همین سبب خیلی از دخترها پیش کاترین می اومدن و باهاش در مورد ماسکل صحبت میکردن. یکی از قربانی‌ها گفت که دقیقاً شب قبل از ناپدید شدن کاترین به آپارتمان این زن رفت و درباره جوزف ماسکل باهاش صحبت کرده. اما وسط حرفشون یه دفعه خود جوزف دم در خونه کاترین حاضر شد. جوزف ماسکل یه کار جزئی با کاترین داشت، اما وقتی در خونه باز شد قربانی رو داخل آپارتمان کاترین. من به شخصه فکر میکنم همین دیدن قربانی اونجا کافی بود تا جوزف بفهمه کاترین از همه چیز خبر داره. وقتی ژان برای اولین بار درباره کاترین صحبت کرد، چندین دهه از قتل این زن گذشته بود. اون گفت دلیل سکوتش این بوده که مدت‌ها قبل از کشف جسد کاترین، یک شب ماسکل ژان رو به زباله‌دونی برده. جسد کاترین رو بهش نشون داده و گفته میبینی وقتی کسی پشت سر مردم بد میگه چه اتفاقی براش میفته؟ و فکر کنین یک دختر نوجوان 16 ساله چقدر در این لحظه ترسیده و احساس تنهایی کرده. نه پلیس همراهش بوده، نه خودش میتونسته کاری بکنه. نه از ترس میتونست به کسی بگو، نه حامی داشت. به کی میگفت؟ دوستاش که همسنش بودن و قربانی؟ خانوادش که سرزنشش کنن؟ یا پلیس که خودش یکی از عوامل این جنایت ها بود؟ چه کسی؟ ژان تا دهه‌ها سکوت کرد. موردی که تو این پرونده من رو خیلی آزار میده اینه که پلیس هرگز کاری انجام نداد. تمام این اطلاعاتی که داریم رو 2 از دانش آموزهای کاترین زمانی که 4 دهه از قتلش گذشته بود جمع آوری کردن. این 2 نفر با 2 قربانی ناشناس، ژان و ترزا، ارتباط برقرار کردن و یک گروه در فیسبوک ساختن. سپس درخواست کردن که هر کسی که اطلاعاتی درباره این قضیه داره بهشون ایمیل بزنه. در مجموع 100 گزارش بهشون داده شده بود و آخرش 39 نفر حاضر شدن که به صورت رسمی شهادت بدن. جوزف ماسکل در سال 2001 جونش رو به خاطر سکته قلبی از دست داد و تمام این سالها هیچ وقت اتهاماتی که بهش وارد شده بود رو قبول نکرد. کلیسا مبلغی حدود $470,000 واسه مصالحه پرداخت کرد، اما هرگز محکوم نشد و اتهامات وارده رو بی‌پایه و اساس کرد. پلیس اطلاعات مربوط به پرونده رو در اختیار افرادی که روی محکوم کردن ماسکل و کلیسا تلاش می‌کردن نذاشت و ادعا کرد که
همه مدارک پرونده قتل کاترین از بین رفته و هیچی نداره. اون گفت دلیل سکوتش این بوده که مدت‌ها قبل از کشف جسد کاترین یک شب ماسکل ژان رو به زباله‌دونی برده. جسد کاترین رو بهش نشون داده و گفته میبینی وقتی کسی پشت سر مردم بد میگه چه اتفاقی براش میفته؟ و فکر کنین یک دختر نوجوان 16 ساله چقدر در این لحظه ترسیده و احساس تنهایی کرده. نه پلیس همراهش بوده، نه خودش میتونسته کاری بکنه. نه از ترس میتونست به کسی بگو، نه حامی داشت. به کی میگفت؟ دوستاش که همسنش بودن و قربانی؟ در آخر پلیس، کلیسا و دادستان پرونده کاترین با همدیگه همکاری کردن و تمام مدارک نابود شد. گرچه این پرونده هنوز حل نشده است، اما مختوم اعلام شد. نتفلیکس در سال 2017 یک مستند 7 قسمتی از این پرونده و جنایات ماسکل ساخت. در این مستند اون 2 دانش آموز کاترین که گروه فیسبوک تشکیل دادن هم حضور دارن و تعدادی از قربانی‌های ماسکل هم هست. این مستند تأثیر قابل توجهی در رسانه‌ای شدن و بخش اخبار مربوط به این پرونده داشت و جزو مستندهایی که پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. برچسب حل نشده از روی پرونده کاترین برداشته نشد و هیچ کس رو بابت قتل این زن محکوم نکرد. پرونده های مربوط به آزار جنسی و تجاوزهای جوزف، سوء استفاده پلیس از جایگاهشون، جنایت های کلیسا و غیره به جایی نرسیدن. تمام افراد متهم به تجاوز در حال حاضر یا جونشون رو بر اثر کهولت زن از دست دادن یا هنوز دارن به عنوان یک پلیس یا کشیش کار میکنن و با افتخار و غرور بازنشسته شدن. عدالت در حق کاترین و قربانی‌های دیگه هرگز اجرا نشد.